قبل از شروع هر کاری شیر ولرم رو با خمیر مایه و یه قاشق از شکری که داشتیم مخلوط میکنیم و درش رو میذاریم کنار. معمولا 10 دقیقه تا یه رو بمونه عمل میکنه و بالا میاد. این کروسانی که من دارم نشون میدم دقیقا موادش مثل کروسان های فرانسویه، فقط تنها تفاوتی که داره و تفاوت خیلی اساسیه اینه که مرحله لمینت کردن با کره رو نداره. یعنی لمینت کردن که باعث لایه لایه شدن کروسان و بافت زنبوری میشه رو نداره و خیلی راحته و میشه گفت یه کروسان خونگیه. طعمش همونه ولی حالت نونیه، حالت ترد کروسان فرانسوی رو نداره. امیدوارم درست کنید و لذت ببرید. اینجا من نمک صورتی داشتم، به خاطر همون رنگ نمک هم متفاوته. همه مواد رو طبق تصویر مخلوط کنید و همیشه یادتون باشه به خمیر بیش از اندازه آرد نزنید. حدود 10 دقیقه با دست میتونید ورز بدید و اگه از میکسر استفاده میکنید تایمش خب کمتره دیگه، معمولا بین 6 تا 7 دقیقه اوکیه. و تا زمانی باید ورز دادن رو ادامه بدید که خمیرتون خیلی لطیف باشه و خیلی هم به دستتون نچسبه. لطفاً برای حمایت از کانال خودتون لطفاً سابسکرایب کنید کانالو و زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای بعدی مطلع بشید. تقریبا 1/4 از خمیر رو برای شکلاتی کردن برمیداریم. یعنی تو مرحله‌ای که دیگه ورز دادن تموم شد اون 1/4 رو برمیداریم و پودر کاکائو و کره بهش اضافه میکنیم. خمیر رو داخل یک کاسه که روغن اسپری کردم میذارم، روش رو هم با سلفون میپوشونم و میذارم 1 ساعت تا 2 ساعت بمونه استراحت کنه و خمیر کاملا پف کنه. اون قسمت شکلاتی رو هم اینجا من دارم بهش پودر کاکائو و کره اضافه میکنم و ورز میدم و دقیقاً توی یک کاسه چرب شده میذارم تا کاملا خمیر شکلاتیم هم پف کنه. برای درست کردن پای کروسان تقریبا از خمیر به اندازه های یکسان بردارید و با دستتون فرم بدید. داخل سینی که کاغذ روغنی انداختید بذارید و بعد کروسانتون رو برش بزنید و روی پاها قرار بدید. خمیر من حسابی پف کرده و من پفش رو با ورز دادن میگیرم
و روی سطح کار رو آرد پاشی میکنم و خمیر رو با کمک وردنه بازش میکنم. برای اینکه پاهای کروسان به خود کروسان بچسبه یه مقدار با آب خیس کنید و بعد کروسان ها رو بذارید روش و به مدت نیم ساعت استراحت بدید. روش پارچه بذارید و بذارید بمونه و بعد بذارید داخل فرن.